مادر فرزندش را چنین نصیحت کرد: پسرم، در آینده نه چندان دور مرا پیر و ناتوان خواهی دید. در کارهایم منطق نخواهی دید. هر زمانی که مرا چنین دیدی لطف کن و به من کمی وقت بده و صبر کن تا مرا بفهمی. هنگامی که دستم میلرزد و غذایم بر روی دستم میریزد، هنگامی که از پوشیدن لباسم ناتوانم، صبر کن پسرم. سالها را یاد آور پسرم که این کارها را به تو یاد می دادم. اگر دیگر جوان و زیبا نیستم مرا ملامت مکن. کودکیت را به یاد آور که تلاش می کردم که تو را زیبا و خوشرو کنم. پسرم، اگر که دیگر نسل شما را نمی فهمم به من نخند. اگر چیزی را نفهمیدم تو برایم چشم و گوش باش، برایم بفهمان. پسرم، من بودم که آداب و اخلاق را به تو آموختم. من بودم که به تو آموختم چگونه به زندگی روبرو شوی. فکر کن که وقت پیر می شوم تو به من بگویی که چی کار کنم و چی کار نکنم. پسرم، وقتی که پیر شدم کند ذهن می شوم. صحبت کردنم آهسته و آرام می شود. فکر کردنم سخت می شود. اگر مرا در چنین حالت دیدی از من خسته مشو، زیرا آن زمان که تو کودک ناتوان بودی من از تو لحظه خسته نشده بودم. و اکنون هم خوشبختی من در این است که من با تو هستم. تو تمام زندگی من هستی. هنگام تولدت با تو بودم، پس هنگام مرگم با من باش. اخترم، گوهرم، یاورم، جان مادرم. اخترم، گوهرم، یاورم، جان مادرم. غمبرم، شهپرم، مادرم، جان مادرم. بهترین دنیای من تویی، برتر از رویای من تویی. ای طلوع زندگانیم، کوثر و تو بای من تویی. مادر، فرشته در روی زمین.